جلسه 12 از جوابیه شبهات ملحدین. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. یک از شبهاتی که ملحدین نسبت به دین اسلام دارن تقسیم میراثی است که الله متعال خالق ذوالجلال، خالق کائنات، ذاتی که هو الاول والآخر والظاهر والباطن، به نسبت تقسیم میراث ما بین مرد و زن حکم فرمودن. همینطور که شما میدونین در میراث حق مرد 2 برابر زن هست. حالا این ملحدین چون که از نظر عقل و فهم و درک به نسبت مسلمان ها و دیگر انسان های عاقل خیلی پایین هستن، این مسئله ساده را هم متوجه نشده، به نسبت این خیلی قلم فرسایی ها کردن که بله این در اسلام ظلم هست که چرا برای مرد 2 برابر و برای زن نصف اون را در میراث قائل شدن. حالی که با کمی تعقل این مسئله خوب واضح میشه که اون چیزی که در اسلام به نسبت این موضوع حکم کرده شده عین عدالت هست. چطور؟ شما ببینید مثلا پدری مرده، 2 تا پسر داره، یا زمان یک پسر یک دختر بگیریم، یک پسر داره و یک دختر داره. میراثی که ما بین مانده، ما بگیم مثلا برای اینکه ساده تر مثلا مشخص بشه، من رقم بالا نمیگیرم، من میگم 30 میلیون مثلا مانده، 30 میلیون. طبق شرع اسلام مادر نداشتن، فقط 2 تا فرزند، یک دختر یک پسر. برای فرزند چقدر میرسه؟ پسر 20 میلیون و برای دختر چقدر؟ 10 میلیون. حالا این تقسیم بسیار عادلانه است. چطور؟ وقتی که به نسبت جوانب زندگی این خانواده ما بنشینیم و فکر بکنیم، متوجه بشیم که حتی به زن به نسبت مرد بیشتر داده شده. چرا؟ چون که ازدواج دختر بر عهده او نیست، برای دخترها خواستگاری میان. ساختن خانه بعد از ازدواج بر عهده دختران نیست، بر عهده کیه؟ همون شوهری که اونجا داره با اون زندگی میکنه. و بعد از ازدواج دخترها و یا زنها خرج خراجات خانه و کاشانه و بعد عرضم حضور شما که بیمارستان و مریضی و این مسائل هم با زنها نیست. با چه کسیه؟ با مرد خانه است. خب حالا وقتی که زنی یا دختری بعد از ازدواج به خانه بخت میره، اون 10 میلیونی که از پدر به ارث برده اون سرجا خودشه و مهریه‌ای که از مرد میگیره اون سرجا خودشه و اون جهیزیه‌ای که مثلا برای او دادن این سرجا خودشه و همینطور میتونه این سرمایه را خیلی راحت چکار بکنه؟ به کار بگیره و از این برای خودش پسندازی هم بکنه. حالا با این دختر خیلی در این صحبتی که دارم میکنم من خیلی اینه ازدواج دادیم، نه، ما بگیم که همین دختر و پسر در یک خانواده با هم دارن زندگی میکنن، پدر از دنیا رفته، حالا این خواهر ما که در کنار برادرش داره زندگی میکنه، تمام خرج خراجات خانه و کاشانه با همین مرد هست. عروسی قراره بگیره این دختر، خرجشو کی میده؟ باز همین اون خرج خراجات عروسیش با برادرشه. اگر احیانا مریض بشه، اگر احیانا کدوم مشکلی پیش بیاد، باز هم با برادرشه. حالا قرار این مردم ازدواج هم بکنه، این جوان ما، باز خرج خراجات عروسی با خود همینه. حالا خانه هم فرسودم شده، خانه رو با کی بسازه؟ باز همین باید حضرت مرد باید بسازه این مسائل رو، درسته؟ و همینطور اگر احیانا مثلا کدام مشکل طایفه‌ای یا قومی پیش بیاد، باز همین مردها هستن که در این مسائل یار و معین همدیگر قرار میگیرن، همدیگر از نظر مالی کمک میکنن. جلوتر مثلا بحث کشتن قربانی مسئله پیش میاد، اون مردها تقبل میکنن مال زنها رو هم. همینطور دوستان در خیلی از مسائل امور مالی مردها را مسئول قرار دادن. لذا اگر کسی عادلانه و عاقلانه به نسبت تقسیم میراثی که در دین اسلام به نسبت مردها و زنها که برای مردها 2 برابر قائل شدن و برای مردها نصف اونها، این عین عدالت و بلکه من میگم یعنی در عدالت بودن اون که شکی نیست، بلکه به نسبت حقوقی که باید داده بشه، به نسبت اون خرج مخارجی که در اطراف هست، برای زنها بیشتر از مردها قائل شدن. چرا که اون 20 میلیونی که برای این
مرد از اون پدر به ارث رسیده، اون دیگه اون برای خودش سرمایه نمیتونه نگه داره، همینطور داره خرج میشه و این باید از صبح تا شب بدوه برای ازدواج خودش. الان با 20 میلیون مگه ازدواج میشه کرد؟ با 20 میلیون کجا میشه الان ازدواج کرد؟ مثلا 15 میلیون شما میخوای در عرف خود ترکمن ها میخوای که طلا برش بگیری. ها نگه دختر میخواد ازدواج بکنه، این همه سوای اون مهریه‌ای که بهش میدن چقدر طلا برای او میارن که خیلی هم میتونه با همونه برای خودش پسندازی را کسب بکنه. الله تعالی به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.